بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اعراف شروع میشه. اعراف عبارت از همون جای درمیانه در بین جنت و دوزخ است. یک دیوال وری بلند جای است. مردمایی که نیکی و بدیش برابر شده یا است که دیگه کلی اعمال درست داره، خو پدر و مادر از پیشش ناراض است، یا است که اونمو مشرکینی است که در قله جبال دعوت برشان نرسیده، یا اطفال مشرکین نظر به اقوال خیلی گوناگونی که مفسرین در این مورد داره. خو عبارت از همون طایفه است که تالی را در جنت داخل نشده اما طمع داخل شدن جنت داره و این طرف عذاب هم مشاهده میکنه. عالی قدر نعمت و جنت این مردم میدانه، به خاطر که این طرف چای جهنم در نظرشان میخوره، سخت هراسان است که ما بادا ما در جهنم بریم. اینی را اصحاب اعراف میگه. این بیان یا قصه اصحاب اعراف بسیار تکان دهنده است، تغییر در وجود انسان پیدا میکنه که واقعا اگر ما خدا همین قسم قرار بدیم که در یک دیوال قرار داریم که طرف جنت و طرف جهنم است، کی خوش داره که طرف جهنم بیفته؟ هر کدام تلاش میکنه که طرف جنت خودم تمایل بسازه، مایل بسازه، به خاطر که ما بوده اون طرف بیفته. الله چقدر مثال ساده میده. او بنده در دنیا تو باید تمایل داشته باشی طرف جنت، هیچگاه او جمعی بینی که عذاب است با هیچ وجه او طرف تمایل نداشته باشی، زور زده باش طرف جنت. زور زدن طرف جنت به انجام اعمال نیک میشه، عقیده صحیح میشه، همونطور نمیشه که حاصل شود. در دنیا محنت کار داره، تو باید محنت بکنی. کل صورت به نام سوره اعراف یاد کرده. این صورت هم مکیس، زیادتر محور بحثش فقط سری عقیده است، سری عقیده است. دلایل نقلی را تیر میکنه. چرا؟ ربطش هم قطعی ما قبل در سوره انعام دلایل عقلی ذکر شده بود بالای اثبات توحید الله. در این سوره اعراف نقلی ذکر میشه، حالات و داستان انبیاء علیهم السلام بر ما میاره که هر کدام آمده مبارزه کرده، در مقابل شرک دعوت به سوی توحید الله داده، مشکلات متحمل شده. دوم موضوع بحثی سوره اعراف عمل کردن به کتاب الله و سنت رسول الله، دعوت به سوی دو چیز است. بس سریزی عمل بکنی اینمی ذریعه کامیابی تان است، دیگر راه کامیابی نیست. سوم چیزی که در اینجا برای ما بیان میکنه در ما بعد، اینجا برای ما میگه که پیروی شیطان نکنه. چرا؟ شیطان دشمن قوی است. از جنت شیطانی را شروع کرده تا اینجا را نمیگذاره تانه. بابا ایتونه خطا کرده، شما هنوز هم پیروی از او را میکنی؟ نکنه. 39م سورت است که بعد از سوره صاد و قبل از سوره جن نازل شده. ارتباط این سورت بسیار واضح است. چرا؟ به خاطر که در سورت ما قبل دلایل عقلی برای توحید الله ذکر شده بود، اینجا دلایل نقلی ذکر میشه. همین کفایت میکنه. یا است که آخری آیت قرآن کریمی بود که شما انسانها را خلیفه جور کرده. از همین خلافت تقاضایش بود که آدم علیه السلام در جنت باقی نماند، در دنیا آمد به خاطر که خلافت چی کنه؟ تکمیل کنه. چرا؟ حکمت الله تقاضای همین گپ داشت. پس هیچگاه نسبت نعوذ بالله نارسایی یا نقصان با آدم علیه السلام کرده نمیتونه. الف لام میم صاد الله اعلم بمراده حروف مقطعات است، از جمله آیات متشابهات است. اصلی مقصد و مرادش غیر از الله دیگه کس نمیداره. معناهای تاویلی را بعضی علما کرده، لیکن وا تاویلی است، اصلی مراد نیست. اصلی مراد به الله معلوم است. خب ترین معنای تاویلی را که کرده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، او میگه در سری سوره هایی که حروف مقطعات میایه اشاره به این میکنه که ای مخاطب، زمانی که کتاب الله را میخوانی، قرائت میکنی، تلاوت میکنی، همین کتاب الله از اینمی حروف هجا جور شده. کدام حرفایی که تو تکلم میکنی، تو گپ میزنی، حرفای زاید نیست، امو سخنی است که تو میگی، لیکن چطور شده میتونه که با این قدر توانایی و قدرت و امکاناتی نمیتونی برابر یک آیت قرآن کریم یک آیت ساخته بتانی؟ ها؟ پس خود دلیل شد بالای از که کلام الله متعال است، نه کلام بشر. چرا اگر کلام بشر می بود خامخا یک فصیح و بلیغ میتونست یک آیت به مثل قرآن جور میکرد. چرا؟ به خاطر که همین حروف ما هم تکلم میکنیم، که حرفای دیگر را تکلم نمیکنیم، همین حرف را تکلم میکنیم. کتاب انزل الیک در ابتدا دعوت به سوی قرآن است. چرا؟ عقیده صحیح را، عقیده درست است، قرآن آدم فرا گرفته میتونه، دیگر راه نداری. از همون خاطر رابطه خدا انسان با امرای قرآن پیدا کنه تا که عقیدهش صحیح شود. کتاب، ای کتاب عظیم الشان،
انزل الیک نازل کرده شده به سوی تو پیغمبر علیه السلام نیست به مثل بعضی گپای دروغین مردم که میگه پیغمبر از جان خود سخن جور کرده. نه نازل کرده شده الیک به سوی تو. قرآن نازل شده. برای چی نازل شده؟ وقتی قرآن بالای تو پیغمبر نازل شده رای توحید اعلان میکنه، بیان میکنه، خامخواه ایران سخت مشکلات داره، در پیش روی خود سختی ها داره، این سختی ها را متحمل شو او دل تنگ نکنی، بی‌حوصله نشوی. امیرای مبارزه تا از پیش رفته میری، کمال درجه تو مرتبه تام دینمی گپ است که دعوت میدی. فلا یکن فی صدرک نباشد از سینه تو حرج تنگی منه از نزول قرآن کریم، هیچ نوع تنگیر احساس هم نکن، آزاد. لتنذر به که تو بیم بدی به با کمال دلسوزی بترسانی به توسط قرآن کریم مردم. عذابایی که دادم ایرو داره مردم در صورتی نپذیرفتن از او آگاه شوند، مخالفت نکنه. یک و ذکرا یادداشت است. انذار برای کافر و مسلمان اردویش بود، لیکن و ذکرا یادداشت است، یادآوری است، مایه بیداری و هوشیاری است للمؤمنین برای مؤمنا. قرآن مایه بیداری است. ذکرا چی نمیگه؟ تو را از حالات سابقه خبر میکنه که مکمل بیدار باشی، متیقظ، هوشیار. قرآن کریم کتابی است که مؤمن بیدار میسازه، از خوابای غفلت بیدار میسازه، متوجه مسئولیتش میکنه، هدف زندگیش برش مشخص میسازه. انسان تو برای چی آمده ای؟ فکر بکنی که فریب نخوری، برای پر کردن شکم ادنا آمده ای که چیزای خوب پیدا بکنی بیگاه پر کنی شکم خدا. اگر این غرض و مقصدت باشه حیوانات هم هست. نه، تو انسان شرافتی بزرگ داری، مسئولیتی بزرگ داری. کدام مسئولیت است؟ پیغمبر میگه لتنذر به که تو بیم بدی توسط قرآن کریم مردم از عذابی که پیش رو داره. پیش رو عذاب است به خاطر که تو نافرمانی دعوت کتاب الله را میکنی. از او خاطر برای ما چی میگه؟ و ذکرا للمؤمنین، نصیحت کامل است. ذکرا ذریعی یادآوری است، بیداری است برای مؤمنان. مؤمن توسط قرآن بیدار بشه، یقینا بیدار بشه. کسی که با قرآن را تعلق داره بیدار است. گاهی شکاری پیرای بدبخت و جادوگرای بدبخت نمیشه، طاغوتا نمیشه، میشناسه، تفکیک کرده میتونه. پیروی از کجا شوه؟ اتبعوا ما انزل الیکم، تابعداری کنی از آن چیزی که نازل کرده شده الیکم به سوی شما من ربکم، از جانب پروردگارتان. چه رقم ما قرآن دعوتش بپذیریم؟ الله تفصیل و تشریحش برای ما میکنه، کیفیتش بیان میکنه. قرآن که تو را بیم میده، چه رقم بیم میده تا؟ اتبعوا ما انزل الیکم، تابعداری بکنی از آن چیزی که نازل کرده شده برای شما. امام قرطبی خازن مدارک کلشان و بیان میکنه که ما انزل عبارت از قرآن و حدیث است. الله بر ما فرمان میده که ای بندگان ما فقط تابعداری کتاب الله را و سنت رسول الله را بکنه. اینمی مقصد تنذر هم است. کدام کتاب؟ من ربکم که نازل کرده شده از پروردگار شما. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، تابعداری نکنه من دونه بغیر از ما انزل اولیاء، دیگه کسایی را که با محبت میگیره، کسایی را که دوست میگیره امرای محبت، تابعداری از آن نکنه. قلیلا ما تذکرون، خیلی کم حالت از تذکرون که شما نصیحت بپذیری. یک ترجمه است. قلیلا ما خیلی کم تذکرون، نصیحت یاب هستن دیگه. مردم ها نصیحت چی درک کردن نمیتونه، نصیحت گرفتن نمیتونه. اینجا الله متعال فرمود که ولا تتبعوا من دونه، شما تابعداری نکنه بغیر از الله یا بغیر از منزله اولیاء، کسی را سرپرست متصرف نگیری. یک یا اولیاء به دوستی کامل تابعداری نکنه بغیر از الله، به دوستی کامل کسی دیگری را که او لیاقت و اهلیت از دوستی را نداره. قلیلا ما تذکرون، خیلی کم آن چیزی است که نصیحت میپذیره مردم. و کم من قریه اهلکنا، بسیار قریه هاست که ما هلاک کردیم شه. فجاءها باسنا، آمده برشان عذاب ما بیاتا شب، او هم قائلون، یا در قیلوله میباشن یا ایره تخویفی دنیا میگه. کسایی که منکر دعوت الله عذاب داده شده. چه رقم عذاب؟
عذاب در وقتی آمده که یا هیچ آمادگی آمدن عذاب نداشتن، ناگهان رسیده. اوجا موقعی بوده که هیچ برشان موقعی میسر نمیشه که یا ایمان بیاره و پشیمانی را ظاهر کنه، نمیتونن. بسیار هلاک کردیم. و کم من قریه، بسیار از قریه ها یعنی اهالیش اهلکناها ما هلاک کردیم. خودی قریه هم هلاک میشه، آبادیش که ویران شو هلاک است. فجاءها باسنا، آمده به اینمی طور قریه ها عذاب ما بیاتن از طرف شب. او هم قایلون، یا است که یاد قیلوله هستن. اینه عذاب الله ناگهان رسیده برشان. چرا رسیده؟ به خاطر که راه مخالفت دعوت دین الله را گرفته، نپذیرفته. فما کان دعواهم، نبود عذری از یا و نبود فریادی از یا از جاءهم، در آن وقتی که آمد برشان باسنا عذاب ما، الا ان قالوا، مگر یمی قدر بود که میگفتن انا كنا ظالمین، یقینا که ما ظالم هستیم. خود ملامت میکردن، دیگه گپا نبوده. در چی ملامت میکنن؟ به خاطر که یا حالی خود ملامت میکنن، میگه ما ظالم هستیم به خاطر که دعوت پیغمبر قبول نکرد، تابع داری از ما انزله نکرد. کدام دلیل را که الله روان کرده بود تابع از او نشد، از او خاطر حالی افسوس میکنه. الله میگه تو ماندنی نیستیم. فلنسألن الذين ارسل الیهم، خام سوال میکنیم از او کسانی که روان کرده شده وحی الیهم به سویشان، یعنی تابعداری انبیاء علیهم السلام. خام سوال میکنیم الذين، از او کسا ارسل که روان کرده شده پیغمبر الیهم به سویشان، از او سوال کرده میشه. چی سوال کرده میشه؟ سوالی که مناسب است برشان گفته میشه آیا پیغمبرها دعوت داد بر شما؟ ترجمه قرآن کریم به وقت وعده کرد یا نه؟ فلنسألن الذين ارسل الیهم، خام سوال میکنیم از او کسانانی که فرستاده شده الیهم به سویشان پیغمبران، یعنی زمتا سوال میکنیم. ولنسألن المرسلین، خام سوال میکنیم از انبیاء علیهم السلام. در مورد انبیاء علیهم السلام سوال کرده میشه در مورد دعوت که رساند احکام الله را، مردم دعوت داده یا نداده. مثل که در سوره احزاب می گپ ذکر میشه. و از حال امت هم سوال میشه که امت را در کدام حالت گذاشته که شما آمده، مثل که ما و شما در سوره مائده تیر کردیم. اما سوال از امت که میشه، این تنها سوال از عملش نمیشه، سه مورد از امت سوال میشه. اول سوال میگه چرا یک کار انجام داده، دوم سوال میشه برای کی انجام داده، سوم سوال میشه چه قسم انجام داده. این سه سوال از امت میشه. اول سوالش است چرا این کار کرده، چرا این کار کرده. معلوم شد کدام کاری را که یک کسی بدون کدام موجب دلیل شرعی انجام داده باشه، الله متعال از پیشش سوال میکنه که چرا این کار انجام دادی، کی برات گفته بود. بدعتایی که مردم ایجاد کرده از جان خود، چیزایی را به نام دین معرفی کرده برای مردم، از یا سوال میشه چرا این کار کردی. بعد از اون میگه این کار برای کی کردی، لمن علمتم، برای کی کار انجام دادی. سخت سوال است. حالی اگر نماز خوانده ای لیکن نعوذ بالله در نظر گرفته که تو باش مردم ها بگویا که خب نماز خوان است، حج کرده به این خاطر که مردم بگویا که این حاجی است، زکات داده به این خاطر که مردم بگویا که این خب آدم است، کلان آدم است، ختمه کرده به خاطر که شهرت پیدا کنه. الله در رویش میزنه که برای ما نکردی عمله، برای کدام مقصدی که کرده. این سخت حالت است. سوم سوال چه قسم عمل انجام دادی، چه قسم انجام دادی. بله مردم های خیلی زیاد است در شب 27 رمضان رقم نمازها را ایجاد کرده، اذکار را ایجاد کرده، ختمه را ایجاد کرده. و کدام کیفیت انجام دادی؟ پیغمبر هم اینطور کرده بود یا خواهش نفسی دیره گفت؟ کدامیشه؟ از همون خاطر انسان که کدام عمل انجام میده سه نکته را باید در نظر بگیره. چرا این کار میکنم؟ دلیل شرعی وجود داره، مامور شدیم از جانب الله متعال یا نشدیم. دوم برای کی انجام بدم؟ خاص به خاطر رضای الله. سوم به کدام کیفیت و طریقه ای را انجام بدم؟ بله نماز را میخوانم برای خود کیفیت طریقه داره، روزه را میگیرم برای خود کیفیت طریقه داره، حج میکنم برای خود کیفیت طریقه داره. بدون طریقه شریعت به نزد الله مقبول نیست و از امتا سوال میشه. پس اونجا باز جواب بگویا مردمایی که ریا کرده، جواب بگویا مردمایی که ابتدا کرده، بدعت ایجاد کرده، جواب بگویا کسی که اصل دین چری دین دیگه قسم نعوذ بالله بدل کرده، تغییر داده شه. دین یک رقم و دیگر رقم.
پیغمبر الله نماز میخوند الله اکبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذل جلال و الاکرام. روی طرف قبله بود، دستی دور میخورد، روی طرف قوم میگشت. بعد از او پیغمبر علیه السلام تسبیحات گفته، دعاها چی؟ آیت الکرسی، سوره اخلاص، معوذتین. لیکن این مردم میخیزه، اول خو که سلام دور بده میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، جای به جای در جای فرضی خود مکم استاد میشه، زود 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 دو رکعت نماز زود زود میخونه. ملا صاحب میناتای نرا میخونه که مردم خلاص کرده، منتظریم هستن. دور میخوره، آیت اجتماعی دعا میکنه. این کیفیت از کجا پیدا کرد؟ بگو. مقتدی های تا پرسان که تسبیحات فاطمه را میشناسه آنه، آیت الکرسی را یاد داره آنه، سوره اخلاص یاد داره آنه، در عمر خود همی تسبیحات و همی آیت الکرسی را خوانده. برید در مسجد تا پرسان کنه، قصدن پرسان کنه. تباه و برباد شده این ملت مظلوم. این مردم عوام بیچاره دکان ایلاکو، کار ایلاکو، وظیفه ایلاکو، الکی ما در جماعت این مسجد میرم، اینجا بیا از الف تا یا را مکمل نماز خلاف نقش پیغمبر بخون. صف بسته میشه، پایا چسبانده نمیشه، شانا چسبانده نمیشه، هر کس به خود استاد است، دور دور. شما در مسجد داخل شد، 3 نفر یک جای که 1 نفر دیگه در مابینش جای میشه، هر کس به خود استاد است. اینطوری مونده گنگ و سنگ استاد است، خیر و خلاص. برادر علی خود شما چی میکنه؟ دیگهش خود نیت کدم گفته. الله رحم بکنه. خو سری ملت ما واقعا قابل ترحم است. خو خیر، الله که پیغمبرها را سوال میکنه، مولا را سوال نمیکنه که احکام دین الله را به مردم بیان کرده یا نه؟ این طریقه پیغمبر که در نماز آمده بود چرا به مردم تشریح نکرده یک روز؟ سوال میکنه. فلنقصن علیهم بعلم، خام بیان میکنم بالای کلگی. الله متعال میگه تمام طوایف پیغمبرها و تابعدارایشان کلشان بیان میکنیم حالت از یارا صورتای انکارشان، کتمان حقشان، نعوذ بالله، یا مقابلشان در مقابل دعوت حق، به علم، به سند و دلیل، به مورد کسی را نمیگیره. برش میگه تو نیستی که مردم سایکو خواهر اجاب کرده از خانه برآمده طرف قرآن روان است، او تو درا برش استاد شده بود، پس من نکردی. چرا؟ به علم، به سند و دلیل. بالای هر کس بیان میکنه حالات ما را خیلی سخت است. دو بین مخلوق که الله متعال بری تو حالاتی تا بیان میکنه که اینی کارا کردی، اینی کارا کردی. و ما کننا غایبین، فکر نکنی که کسی تو را ندیده. نیستیم ما غایب پنهان، بلکه هر کار، عمل، حرکتی را که انجام داده الله میگه ما حاضر بودیم، تو بیچاره اگه نمیفهمیدی. والوزن یومئذ الحق، وزن والوزن وزن یعنی طول کردن اعمال یا خود انسان یا عمل نامه انسان، یومئذ دینمی روز الحق بالکل ثابت و راست است، واقعیت داره. لیکن وزن چی میشه؟ 3 قسم حدیث ها آمده. خودی آدم که عامل است وزن میشه، عملش مجسم میشه وزن میشه، یا عمل نامش وزن میشه. هر 3 آمده. فمن ثقلت موازینه، کسی که گران شد، سنگین شد موازینه، طولش، خودش یا عمل نامش یا اعمالش. طول سنگین، اینجا سنگینی به اعتبار چی می باشه؟ زیادت نمی باشه. اینجا سنگینی به اعتبار کیفیت است. چرا کیفیت است؟ در حدیث ما شما خواندیم که در روز قیامت 1 نفر آورده میشه، در پلی یک ترازوش 99 دفتری گناه است. کلان ناظری آواره. مردکه فکر میکنه که تباه شدم یا الله تباه شدم، لیکن الله متعال ملائکه میگه یک پرزگه که دیگه کاغذک داره امو را بکشه. عقیده صحیح داره توحید الله را، امو را بکشه. وقتی که میکشه امی آدم میبینه که پرزگک در مقابل 99 دفتر هیچ حیثیت نداره، ترازی بانی پلی ترازی دیگه شور نمیخوره، ولی خبر نداره که همی یک پرزگک خورد وقتی در پله مانده میشه، پله سنگین میشه دیگه را میبرداره. به اعتبار کمیت شد یا کیفیت؟ اعتبار کیفیت شد و کمیت خوب زیاد بود.
عمل کیفیتش معتبر است، عقیده کیفیتش معتبر است، کمیت معتبر نیست. 20 رکعت تراویح 8 رکعت تراویح زور زده رو است. دین روز یکی برام زنگ زد که یک قوری صاحب میگه که کسی 8 رکعت تراویح میخوره کافر است. الله اکبر. عالی ببین. فمن ثقلت موازینه، کسی که سنگین شوه موازینه طولش، فاولئک اینمی مردم هم المفلحون، امیاستن رستگار و کامیاب. چرا؟ اعمالش سنگینی کرد تمام، اما از روی عقیده سنگین است، اما از نگاه عمل سنگین است. از او خاطر این آدم کامیاب است. الله اعمال ما و شما را سنگین بسازد.